لیکن ما میدونیم که هرچی شریعت میگوید به اهل شریعت روی آورده میگوید تا که هر دهانی بسته شود و تمام عالم پیش خدا عیبدار گردد. چون که با اعمال شریعت هیچ آدمی پیش او سفید نخواهد شد، زیرا که گناه به واسطه شریعت دانسته می شود. اما الحال صرف نظر از شریعت عدالت خدا ظاهر شده است که تورات و انبیا بر آن شهادت می دهند. عدالت خدا به واسطه ایمان به عیسی مسیح برای همه ایمانداران، زیرا که هیچ توافتی نیست، چون که همه گناه کرده از جلال خدا محروم شده اند. و اگر کسی دوشیزه را که نامزد نشده است گرفته نموده با وی بخسبد، او باید مهر داده و را برای خود به زنی بگیرد. اگر پدری وی راضی نشود که و را به او بدهد، او باید برابر مهر دوشیزگان نقره بدهد. جادوگر را زنده نمان. هر کی با حیوان علاقه جنسی کند باید البته کشته شود. کسی که برای خدایان جز خداوند یگانه قربانی کند باید محو کرده شود. و غریب را فریب نده و او را به تنگ نآور، زیرا که در زمین مصر غریب بودید. هیچ یک بیوه‌زن و یتیم را اذیت ندهید. اگر او را اذیت دهی و او سوی من ناله کند، من ناله او را خواهم شنید و خشم من علنگه خواهد زد و من شما را با شمشیر خواهم کشت و زنان شما بیوه و فرزندان شما یتیم خواهند شد. اگر به کمبغل از میان قوم من که همسایه تو باشد پول قرض دهی و وی مثل قرضخواه رفتار نکن. سود به گردن وی بار نکن. اگر لباس یاری خود را به گرو گیری تا وقت غروب آفتاب آن را به وی برگردان، زیرا که آن یگانه پوشاک وی است، لباس برای بدن وی است. پس وی چی پوشیده خواب رود؟ و اگر وی سوی من ناله کند، من خواهم شنید، زیرا که من کریم هستم. داوران را تحقیر نکن و بر رئیسی که در قوم توست لعنت نگوی. در آوردن نوبر حاصلات خود و محصول چرخشت خود درنگ نکن. نخوزاده پسرانت را به من بده. با گاو و گوسفند خود نیز چنین بکن. بگذار 7 روز نزد مادر خود باشد، در روز 8م آن را به من بده. و برای من آدمان مقدس خواهید بود و گوشتی را که در صحرا دریده شده است نخورید. آن را نزد سگان بپرتایید.